هنر فرش قم منتها از نوع ترنج و لچک و اینا نیستش. این تمام نقشه است. نقشش هم طرح حیوانات، پرندگان. یه جوری میتونم بهتون بگم شما دیگه نیازی نیستش برید مجموعه باغ وحش رو تماشا کنید، حیوانات رو از نزدیک ببینید. شما یه هنری رو براتون معرفی میکنم که اگر اینو خونتون داشته باشین انگار کل باغ وحش رو در منزلتون شما داریم و دائم تمام حیوانات رو داخل انگالی میتونید تماشا کنید. یه حیات وحش کامله در واقع. من اینو باز میکنم دوستان ببینید. محبت کنین اینا رو بگیریم ببینن دوستانمون. ببینید چقدر زیبا کار شده داخلش. دور حاشیه قالیچه تمام پرندگان خیلی خاص و زیبا کار شده با رنگ‌آمیزی‌های خیلی خاص. اینجا شما سایه روشنی که تو این پرنده کار شده نگاه کنید، تمامش ابریشمه ولی ابریشم انقدر سایه روشن داخلش کار شده شما رنگ بندی ها رو نمیتونید تشخیص بدین. تعداد رنگش خیلی خیلی بالا. یا این یکی پرنده رو شما ببینید، توتی رو شما اینجا نگاه کنید ببینید چقدر زیبا رنگ بندیشو کار کردن. شما داخل من چقدر کار شده. بعد حالا بله من حالا حاشیه قالی انقدر کار شده من نمیتونم بخوام صحبت کنم یه روز و نیم دو روز فقط باید این حاشیه رو براتون توضیح بدم دوستان. بعد میایم داخل متن قالی شما ببینید از اون قسمت خرس، پلنگ، فیل، هر نوع حیوانی شما تو حیات وحش دیده باشین تو این مجموعه قالیچه ما میتونید ببینید. خلاصه بگم که کار خیلی خاص، تک و بی‌نظیریه. کسی اگر این قالیچه رو از ما بگیره یادگاری داره و نظیرش رو شما حالا نمیتونید جایی ببینید.